بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى أمة محمد وجعلها خير أمة أخرجت للناس وهدانا إلى صراطه المستقيم. نحمده ونشكره على نعمته العظمى ونسأله الثبات على هذا الدين حتى نلقاه وهو راض عنا، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران گرامی، جوانان عزیز، قبل از هر چیز الله عزوجل شاکر هستیم به خاطر تمام نعمتهای مادی و معنویش که برای ما و شما ارزانی فرموده است. در جلسه قبلی این را اشاره کردیم که الله عزوجل این امت را برگزیده است، این امت را اختیار کرده است. امت محمدی صلی الله علیه و سلم امتی است که برگزیده، مشمول رحمت و گرامی داشته نزد الله عزوجل، اما این برتری نه به خاطر نژاد یا قومیت آنهاست و نه به دلیل تعصبات قومی یا قبیله‌ای، بلکه به خاطر پیام است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ارث برده اند. تا زمانی که این امت به آن پیام وفادار بماند و آن را به مردم برساند و با آن زندگی کند، جایگاه برتری خود را حفظ خواهد کرد. این برتری ذاتی نیست، بلکه وابسته به پابندی به راه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. وقتی که مسلمانان صدر اسلام در مسیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گام برداشتند و دین را در زندگی خود پیاده کردند و او را عملی کردند، جامعه نمونه‌دار ساختند. دولتی بر اساس اسلام از دل بیابانهای خشک و سوزان سر برآورد و نور ایمان جهل و کفر را کنار زد، از بین برد. اما وقتی این ساختار از هم پاشید، آثارش هم از بین رفت. بازگشت آن عزت و شکوه فقط با ساختاری تازه و ریشه‌دار همراه با علم و فداکاری ممکن خواهد بود. امروز امت اسلامی بیمار است. بیماری های امت خود زمان ارزش ندارد. ارزش این امت به خاطر تحول است که با آمدن اسلام در آن ایجاد شد. امت اسلام از زندگی پر از شرک و بت پرستی وارد دنیای از توحید شد، وارد دنیای از ایمان، وارد دنیای ایمان و ارزش های الهی شد. یکی از شاهدان این تحول جعفر بن ابی طالب است رضی الله عنه. وقتی که در برابر پادشاه حبشه نجاشی ایستاد شد، درباره دین اسلام سوال شد. گفت: ای پادشاه، ما مردمی بودیم نادان و گرفتار جاهلیت، بت‌ها را می پرستیدیم، مردار می خوردیم، کارهای زشت انجام می دادیم، با خویشاوندان قطع رابطه می کردیم، به همسایگان ظلم می کردیم و نیرومندان ما ضعیفان را می خورد. تا اینکه الله عزوجل پیامبر از خود ما برایمان فرستاد، کسی که صداقت و پاکی اش را می شناختیم. او ما را به یکتاپرستی دعوت داد و از پرستش بت‌ها باز داشت. او ما را به صداقت، امانتداری، صله رحمی، نیکی به همسایه، ترک گناهان و خونریزی فرمان داد. ما را از سخنچینی، خوردن مال یتیم و تهمت به زنان پاکدامن نهی کرد. ما را به نماز، زکات و روزه امر کرد. این سخنان نمونه روشن از دگرگونی عظیمی است که اسلام در انسانها و جامعه ایجاد کرد. انسانهایی که در تاریکی، فساد و ظلم بودند، به سوی نور از ایمان، عدالت، اخلاق و برادری هدایت شدند. اسلام امت را از درون جاهلیت نجات داد و آن را به جامعه با نور توحید و اخلاق والا رسانید. دینی که مفاهیم اخلاقی را به شکل عینی در زندگی انسانها پیاده کرد، تا جایی که این امت اسلام خود الگوی زنده از این اخلاق شد. اما امروز در همایش‌ها و سخنرانی‌های جهانی آن نمونه‌های زنده اخلاق اسلامی با شعارهای سطحی مقایسه می شود، در حالی که اسلام زمان الگوهای عینی و واقعی از اخلاق و معنویت به دنیا عرضه کرده بود که بشر مانند آن را ندیده بود و نمی‌تواند بسازد. اخلاق در جامعه نبوی، انسان گاه گناهان را مثل آتش فشان فوران می دهد و شرک را مثل خبرهای روز پخش می کند. اما بین تاریکی و نور، بین شب و روز تفاوت بسیار بزرگ است.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با برادری میان مهاجران و انصار جامعه ساخت که در آن محبت، وفاداری، اخلاص و توحید جای تعصب و ظلم را گرفت. او با ایمان و اخلاق دلها را با هم نزدیک کرد. معیارهای زیبای از ایثار، وفا و برادری در جامعه پدید آورد که اگر نمیدانستیم واقعی است، باورش برایمان سخت بود. نمونه از آن دوران عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه میگوید وقتی به مدینه رسیدم، پیامبر صلی الله علیه و سلم بین من و سعد ابن ربیع پیمان برادری بست. سعد به من گفت من از انصارم و دارایی زیادی دارم، نیمی از مال خود را به تو می دهم، حتی یکی از همسرانم را طلاق می دهم تو اگر خواستی با او ازدواج کنی. اما من گفتم الله به مال و خانواده‌ات برکت دهد، فقط بازار را نشان بده تا کار و تلاش کنم. این فقط یکی از هزاران نمونه از روح ایثار، برادری و اخلاق زنده در جامعه اسلامی بود. جامعه‌ای که نه با شعار بلکه با عمل اسلام را به نمایش گذاشت. برادران و خواهران گرامی، برادران و خواهران دینی در آخر میخواهم این را بگویم که امروز امت اسلام در آینه تاریخ تصویری پر افتخار از گذشته خود را می‌بیند. گذشته سرشار از نور ایمان، اخلاق والا. اما این تصویر تنها یاد از گذشته نیست، بلکه دعوت است برای بازگشت به همان راه روشن. پیروزی، عزت، برادری، عدالت وعده‌هایی نیستند که تنها در کتاب‌ها بمانند، بلکه حقیقت‌هایی هستند که اگر باری دیگر پیام اسلام را با جان و عمل بپذیریم، دوباره زنده خواهند شد. امت محمدی صلی الله علیه و سلم هنوز هم میتواند الگوی باشد برای جهان، به شرط آن که دوباره پیام را به دوش گیرد، اخلاق را زنده کند و با ایمان و فداکاری سازنده فردا باشد. بیاید از جعفر، سعد، عبدالرحمن و همه یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم بیاموزیم که چگونه با دست خالی اما با دل پر از ایمان جهانی را دگرگون ساختند. ما نیز می توانیم آغازگر آن تحول باشیم اگر بازگردیم به همان نور، به همان پیام، به همان اخلاق. با ایمان جعفر، با ایثار سعد و با همت عبدالرحمن تا امت عزتی گم شده اش را باز یابد و دنیا دوباره عدالت و نور را بشناسد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.